سلام، صبح همگی بخیر. یه تنها دویدن دیگه تو مارینا بیچ والنسیا. ساعت 8:30 صبح و اینجا خیلی اتمسفر خوبی داره. من کلا توی والنسیا مارینا بیچ رو خیلی دوست دارم، خیلی میام اینجا. گاهی وقتا میخوایم بیایم لب ساحل، ترجیحم اینه که بیایم اینجا. بسیار زیباست و بریم که یه چند کیلومتری با هم دیگه بدویم و در رابطه با یه چیزایی با هم صحبت کنیم. مخلص ارادی. خب یه نکته که امروز میخوام درباره‌اش صحبت کنم اینه که من خیلی اتفاقی یه کتابی رو گرفتم تو پروازی که از استانبول داشتم به والنسیا. خیلی اتفاقی بود، یعنی توی قسمت CIP فرودگاه یه سری کتابا رو گذاشتن که رایگان میتونی یه دونه برداری با خودت بیاری داخل پرواز بخونی. خب به نظر منم حرکت خیلی خوبیه، هوشمندانه است. 7-8 تا عنوان بیشتر نبود، ولی یکی از عناوین این کتابا اسمش بود پروداکتیویتی یا کارآمدی. حالا یه پس و پیشی هم داشت، من خونه بهتون میگم، حتما نشونتون میدم. من تقریبا یه 2-3 ساعتی تو پرواز با این کتاب درگیر بودم. فصل اول سعی کردم خیلی دقیق بخونم، بقیه‌اش حقیقتا خوابم میومد، بقیه پرواز خوابیدم. اما نکته اینه که اون چیزی که واسه خود من تو این کتاب خیلی جالب بود فصل اول این بود که چجوریه که ما یه فرمولی پیدا کنیم یا چند تا مؤلفه پیدا کنیم که روی کارآمدی خودمون، چه تو محیط کار، چه تو زندگیمون، چه تو مباحث مالی، حتی معنویمون تاثیرگذار باشه. یه موضوعی رو فصل اول مطرح می‌کردیم که شما چقدر با مأموریت و ارزش‌های خودتون آشنایید. یعنی هر آدمی تو زندگی خودش واسه خودش یه چیزایی رو به عنوان مأموریت تعریف کرده. اینکه شما چقدر آشنایید که مأموریت زندگی شما چیه، ارزش‌های زندگیتون چیه. مثلا اونی که بیزینسمنه شاید واسه خودش تعریف کرده که مأموریت زندگی من خیلی پولدار شدنه. یکی معلم مأموریت زندگیش اینه که من میخوام مثلا بچهای سرزمینم رو توسعه بدم، به اونا آموزش بدم، سطح علمی و فرهنگیشون رو بیارم بالا. هر کسی تو زندگی خودش حتما باید یه مأموریت داره و به نظر من در ناخودآگاه خودش این مأموریت رو داره. شاید خیلی واضح مأموریت تو ذهن خودش نمیاره، ولی واقعیت اینه که بدون مأموریت آدم‌ها از بین میرن و به پوچی میرسن. این همه موضوعاتی که میگن طرف به پوچی رسیده واسه اینکه دیگه مأموریتی تو زندگیش نداره. حتی یه خانم خونه دارم که خیلی به خونش خوب رسیدگی میکنه، باز موضوعش اینه که مأموریت داره تو زندگیش و میشن زندگیشو تعریف کرده واسه اینکه اون محیط زندگیش و خونش رو تبدیل بکنه به بهترین جا. پس ما مأموریت داریم. اولین اصل پروداکتیویتی میگه که آقا نگاه بکن ببین کارهایی که در طول روزمره داری انجام میدی چقدر با مأموریت درونی که تعریف کردی مطابقت داره. هر چقدر کاری که داری انجام میدی روی مأموریت درونی زندگیت باشه تو پروداکتیویتی بالاتر داری. یعنی این که صبح اگه از خواب پا میشی اگه حالت خوبه داری میری کاری رو انجام بدی، یعنی این که این کاره بیسد آن مأموریت توه و دقیقا روی مأموریت تو تعریف شده. خیلی موضوع مهمیه، بهش فکر کنید. مأموریتتون چیه؟ صبح که از خواب پا میشید آیا کاری که امروز دارید انجام میدید رو مأموریتتون هست یا نه؟ اینو بذاریم بهتون نشون بدم. یه هنرمندیه اینجا، همینجاست، همیشه همینجاست. حالا الان فکر کنم صبح زود نیستش، ولی میاد با شنواسه اینا رو میسازه. خیلی زیباست، خیلی طبیعی. نمیدونم نور افتاده شاید الان دیدنش. فکر کنم خودش هم شبا همینجا میخوابه. یه خرسه با بچه هاش، یه شیر، اونجا هم یه چیز دیگه داره میسازه و مردم که میان تماشا میکنن اینجا یه پولی واسهش میندازن. خودش هم فکر کنم همینجا استراحت میکنه و وسایل خونهش همینجاست. برای خودش یه جزئی از مارینا بیچه دیگه. خب حالا که فهمیدم کسی که میخواد پروداکتیو باشه باید کاری که انجام میده با مأموریت و ارزشاش یکسان باشه، حالا میخوام یه اصل دیگه بهتون بگم. هر کدوم از ما وقتی میخوایم وارد یه کاری بشیم باید نگاه کنیم که
اون کاره که میخوایم شروع کنیم، حالا چه به عنوان بیزینس اونر و صاحب کسب و کاریم، چه به عنوان کارمند، چقدر به مأموریت و ارزش‌های من شباهت داره. مثلا فرض بگی یه نفر مهندس کامپیوتر برنامه نویسه. این برنامه نویس اگر مثلا به حوزه گیم علاقه‌منده، بهتره بره تو شرکتی کار کنه که دارن بازی دیولپ میکنن و توسعه دهنده بازی هن. اونجا پروداکتیو تره. یا اگر به سیستم‌های بانکی علاقه‌منده، باید بره جایی که سیستم‌های بانکی دیولپ میکنن. یا من اگر یه کارآفرینم و خودم خیلی آدم شکمویی هستم، به طعم‌ها علاقه دارم، خب رستورانداری و کافه‌داری با مأموریت ذاتی من همخوانی داره. به محیط اطرافتون نگاه کنید، آدمایی که خیلی پروداکتیو و خیلی قبولشون دارین که کاراشون خوب داره جلو میره، اکثرا اینو رعایت کردن. یعنی دارن کاری میکنن که با مأموریت ها و ارزش های داخل ذهنشون تطابق داره. البته کیس استثنا هم زیاد داریم و اونایی که رانتی دارن کار میکنن و نمیگه. به هر حال این یه ویدیو تستی بود اولیه، واسه این که ببینم با این سبک اصلا علاقه‌مند هستید که محتوا تولید کنید